نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل ها و پیام های شما عزیزان. دوست گرامی انسیه عکسی فرستاده از تلاش رژیم برای ایجاد هاله نور دور کله خامنه‌ای جنایتکار. یک پروژکتور جلو، یه صفحه فلزی بالا برای انعکاس نور. منتها دیگه سیاهی قلب و رذالت خمینی صفتانش رو کاری نمیتونم بکنم. محمد علی عزیز درخواست کرده که ترانه‌های طنز رو تو برنامه‌مون بیشتر پخش بکنیم. به چشم در هر فرصتی که امکانش باشه تلاش می‌کنیم که این پیشنهاد رو اجرا بکنیم. علیرضا نوشته که یه بسیجی اومده یادداشت یا به اصطلاح کامنت گذاشته رو صفحه فیسبوکش که استفاده از فیلتر شکن حرام است، شماها همه دارید گناه می‌کنید. علیرضا به جواب داده که بسیجی مشن، مگه خودت با قند شکن اومدی تو فیسبوک؟ ابوالفضل عزیز تصویری که ملاحظه می‌کنیم برامون فرستاده که 5 به اضافه 1 از نگاه آخوند جنتی رو نشون میده. همینطور یک تصویری فرستاده تحت عنوان نجات بشار اسد. مجید ساعتی، علی نکویی، مجید منزوی و پاتریس خیلی ممنون بابت مطالب و کلیپ‌های ارسالیتون. بهرام تراکتور از تبریز چند کاریکاتور فرستاده و نوشته که با توجه به قیمت سرسام‌آور مرغ به زودی باید یک تکه بال مرغ را با نخ ببندیم، مثل لیپتون بکنیم لای برنج، چلو مرغ بخوریم. حسین از خراسان درخواستت به دستمون رسید، چشم اقدام می‌کنیم برای ارسال کلیپ‌های مختلفی که خواسته بودی. دوستان گرامی سارا و علیرضا و فرنوش از اهواز پیشنهاد کردن که بیشتر روی سریال‌های رژیم و به خصوص اونهایی که به سفارش وزارت منفور اطلاعات و نیروی انتظامی رژیم ساخته میشه کار طنز بکنیم. بله چشم، با طنزپردازهای فکرشدی هم مطرح کردیم، تلاش می‌کنیم که این کار رو انجام بدیم. امین از کرج کاریکاتور و شعر در مورد خیانت خمینی و همه اونایی که در انقلاب بهمن 57 شرکت داشتن به دستمون رسید. انشالله که به زودی زود اون بهمنی که هیچ وقت نمرد و خاکستر نشد، البته به یمن فداکاری و پرداخت بها توسط پیشتازان خلقمون، شعله و زبانه خواهد کشید.